گویند که یک مرد غنی در بازار افتاد درون خانه و شد بیمار. با همسر خود گفت که دینار و طلا در بستر من حاضر و آماده نما. گر مردم و جانم به در آمد این بار، یک جا همه را میان قبرم بگذار. زن نیز که اشکش به در آمد فوراً، گفتا چو وصیت تو باشد حتما. تقدیر چنین بود و به ناگه او مرد. زن نیز فقط غصه و ماتم میخورد. پول و پله مرد به سرعت برداشت، پس رفت و درون قبر عشقش بگذاشت. مردم که از این حرکت زن جا خوردند، هر لحظه برای دل او میمردند. گفتند که ای کاش کمی پول و طلا برداشته و به چی به خود کرده عطا. آنگاه زن آمد به عزیزانش گفت ساکت که دیگر نشنوم این صحبت مفت. آن روز تمام پول شوهر فوراً واریز نمودم به حسابم کلا. آن لحظه چکی سفت به شوهر کردم، در قبر نهاده و همه خر کردم. او پول خودش را که بخواهد قطعاً برخیزد و چک نقد نماید حتما. ابلیس که این حرکت جانانه بدید، در لحظه پکیج زن مکار خرید. رفت و به کلاس زن آن مرد نشست. در جا کمرش ز حیله و مکر شکست. عمرت به خساست مکن این گونه هدر، باشد که نباشی و خورد شخص دگر. وارث چو سرت را به زمین بگذاری، بر باد دهد هر چه تو از خود داری.